ستام شتا کشیدم به بهار و خواهیم بوم من ذخیره کردم به کار و خواهیم بوم من ذخیره کردم که به کار و خواهیم تو بیا که زنده مانم پس از آن که من نمانم با چی کار و خواهیم خبرم رسیده امشب که نگار و خواهیم سر من فدای رایش که سوار و خواهیم سر من فدای رایش mi terve yelede. Adamın kabı ona bir taraf götürü. Böyle gözüm yemedi ki bir şey ne bileyim o hiç bekliyor. Nane! Nane! Kuzey nane kuzey. Nane? Ki? Nane kuzey. Nane ko tamam mı خطپت مثلا بریم شو. برای تو تا. خراب خطپت yelede خطپت. چرا؟ حالا میگم که چرا. خدا میمونن دیر بیریفتی با من پیدا نمیشه دیر بیریفتی نازباددار میکنی با من پیدا نمیشه من چه کار شده؟ همه مردم آمد تنه میده من برو سیاه بستم کده سیاه؟ چی؟ بخیر ما چه گل سیاه؟ نبام من برای نمه کجای؟ نه شما با ما چرا دروغ میگی نگفتی میره خطپت بستن ولی این شو نه بیای به سرا بیای نه بیای به سرا نستونه هیچی نستونه یک خوشی نستونه خدا رسی نه شما دیگه من سرا ببینم هر کاری که هست هر دست را بیای گله نکنی هر به شما گفتم هر کاری مسافه میارم برای چیز میدی ناره من نمام بیای به سرا بیای نه چوب کتی که من گفت بزن گیره که اصلا خرابه نه گفتم بیای من سیار نمایی بابا هر کنه یه تانه میدم من چه کار شده؟ همه مثلا خاله خوبه خاله میگه خواه بچه تا ناقام یا نادون یا نمیفهمه که دختری سیار میدم به تو نه بهار بکنه نه اوش کنه که چیز میده نست رو همه به شما بگفتم خدا رسی اگه دختری سیار آمد رم تخورم کله به تنور میندازم همه به شما بگفتم تینه دا بایه یخ بیای مثلا نه به شما گفتم نه اوش کنه که نه بیای مثلا نه بعد کنه بیای پشیمون میشه بیای مثلا به نام خطه بتیله بیای تو دیگه بزرگ سرا ببینم چی گپ مفتی میکنه گوشی با تایم تو میزنم راست میگن چه به مردم میمونه ماما شاگل گندیه تو مفتی میزنی درسته خیلی مقبولی میم ماما شاگل دختر نمون با دختر سیاهه هر مردم با تانه میده که سیاه تو میدم سیاه چه با چه کار شده؟ با تو که کده ایشی خیلی سفید نه دکترات گپ پهله دیگه لکه حساب من خرابه این چه کمه ما چه بگیم مردم بریم سه کن میشته میریم بایی قرمون که بگیم چه کن میریم بلیا من چه کار با بازم نمی با خاک مرمز با درگنه بده بیا بسیار چی بکنه تو که کار نداری گپ هم نزه دیگه به چی کار دارم گپ هم نزه من تا سوخت ما نگرفته
کانونی فوتی شده هیچ گپ هنونیه همه ما میگه خارج همه جو حیف تو نداره که دختر سیاه به تو میده چه دختر میگه ولد داده همه من میگم زندگی رو خراب میکنی همه با ما میگه همه جو اولی که او سیاهیه دیومی که مثل نی بانسوره خوش شده میگه جو دختر نیه که مدر تو میده زن نافر به تو سیاه به تو میده راست میگه نمامه بس رو میتونم از زندم وقتی که من خوش نباشه نمام ماما شاگل خاطر میگن زمین خیلی بسار تا زمین خیلی چی گفت همون دفعه به گوشی به شما بگفتم نه نه آخه مردم خوش نیام که تو سال زن خونشی آخه چرا تو برای مردم میکنی؟ اصلا مردم خوش نبودیم ما سایم زن خونش نمام بسیار نمام سیاهه نمام ننه تو دیگه نه چی؟ یه این میگه سیاهه کی رو تو گفت؟ آره بابا همه اشتباه کنم از اون چی اختیار خدا من به شما بگفتم یک بالای به سر خونم یه من رو تحتنی رو من پخته کنی گوش کنین ننه من به شما بگفتم نگرده چی رو تو که برای کلومی تو رو نصیحت کنی تو رو مزم نی با من سیاه و سفیدی فرق نمیکنه باشه در سال دیگه تو رمضان میدونم بس کمی اخلاق پیدا کنی چی؟ کمی اخلاق پیدا کنی خواهی میگم به تحتنی رو خود من من پخته چی کنم گفت بده ما خودی تو گفت زدم کی رو تو گفته که روزان تو برای خود کی گفته که ما بگو تو میگم کی رو سر گام آمدو کی عمه با خانمه خواهر تنه میدم خواهر من میگم بگو خواهر میگم این خواهر میشته نفهمه که من سیاه به تو میدم نه اینه وقتی که تو نصیحت کنم تو رو بیزنده میکنم خلاصی گفت به شما گفتم من گوش کنم دیگه پا بود سر نگذاری خدا به سیاه و سفیدی فرق نمیکنه من میگم اصلا مثل میز غلا بری سیاه باشه به من فرق بستاده میاد کهیم تو که خدای برسی فموزن تو میدم بفهمید تو نه چوکو که مثلا مشکل خودی همین حل کن اگه باشه مشکلی نمیگم اشاره میکنم فکر کنم همه تو چیزی همه تو پیدا نخواستی یا خرم باشه یا گنگه باشه نه تو کنی نه آنم گوشاشو رو وا کنم خوب گوشا خورم وا کنم حالا به خبر بده خانه که خیلی بشه نه تو همیشه مثل گرگنونی رو مال بخونی خواهر خودی و گپ نه ما که به آواز که جناب وا میکنه همه ما بیرون خودی ما تو میشی گپ زدی خواهر جو داشون خود خالی و گاز وقتی که من نماسته باشم نه ما اختیار کنم بچه که من رو من با خواهر چی کنم شما اختیار خود نه آن وقت که شما نشدید شکر تو ایگاه بخریدی بخیری نبخی نلیکی منه بخیری فقط تا خود کنم ولد میرد راست میگه گردن همه باشه خداش ما میشه بزیر افتره آقا شاگل هستی؟ میگی حلال میتونم مونده نباشی زنده بشی آقا شاگل هم یک دقیقه به شما کار دارم یلا کنیم بعد از یه لفظ داره بر بشینی خب بگو نمیجی خیستنی مونده نباشی خوبی خیلیت بخیری آقا شاگل سعی کنیم به یک اشتباهی بکردم که جلو روی می خورزاده خور کردم بیا آدم همینجی خود شما به شیشتم گپ زدم گفتم می دختر خوب بدیم به می خورزاده می انال خورزاده می پاخور بیا کوش کده که ما دختر ما شاگل نمایم انال می بیام آدم به پیش شما برا رو خور بگردم که یک اشتباهی بشود یک بی عقلی پیش ما بشود میگم همین زنکا که بیامدم به سرامو اینا چیشا اینا بسته بوده همونجا چای خوردم بشیشتم اختلاط کردن دختر برای اینا چای آورد برای اینا میوه آورد بخوردم حالا ما گپ خلاص شده به دهن مردم افتاده این مردم همه میگن تو دختر خواهروز کردی بدادی حالا تو بیامدی که میگی که من چون فلونی گفته که دختر سیاه و چکار اینا کور بودم ندیده بودم همین دختر ما شاگل سعی کنیم من نفهمیدم حالا کم که نفهمیدم شما مر ببخشیم انگار کنیم ما آدم اصلا بم چهار طرف شما نمودم اصلا ما گپ نزدیم خودی هم دگر همین دفعه مر ببخشیم دیگه می دیگه تا زنده باشم نه تا زنده باشم دیگه ما جلو روی تا آدم مر نمیکنم
مونتا مر بیا به بیشرف کرد و پیش قوم خشم از میخوای میمون خبر شدم که من می خورزاده خو عباس من نامزاد دار کردم حالی به اومد اینجا که من نمایم چون من به درد من نمیخوره و سیاهه و گنده و من چون چیکار و فلان نمیته گپا انال خوار من به ما گفت کمی جلوی بکردی برو یا خدمتی بکو برو بشیم اینجا خودی ماماشا گل گابزی بگم دختر تو و می با خورزاده خو ما بستون نمال والی نمیشه دیگه معامله جور در نمیآید این گبرا نداره نورالله این گبرا نداره همی عباس همی دختر ما 10 دفعه به همی سرا آمد همی عباس همی دختر ما بدید مادری بدید خواهری هم بدید هم خالی بدید حال ما بین مردم ما ابرو مربو بودی حالی بیا بده که مثل شوله شد برو کاکا برات کار خود همی عباس نمیتونست هم وقت بده که من نمان دختر سنونینی بری کاکا ابرو مربو بده شما ابرو نداری ما ابرو دارم خیر ما مشاغلالا که امار ببخشیم غمی نداره اون تا دمی دفعه که ما می جلوی بکردیم می اشتباه بکردیم شما ما رو ببخشید ما دیگه تا بزنده باشون دیگه جلوی تا دمار ما دیگه نمیکنه باش که خورزاده من حالا که تو ابرو مربو بودی پس من برات خوب خب برو از این بیشتر توفیق ندی اصاب مرد خراب نکن منتها ما مشاغل خیشی ما و شما دیگه نمیشه یعنی مقدار ما با شما میگم من بیام به پیش شما ورزانه چرا که بچه نمایه دختر شما دیگه سلام علیکم هم شما خلاص شد خیر باشه دیگه مجبورم وقتی که ابرو ما برای حیثیت ما برای که ابرو شما نرفته ابرو مرفته ابرو مر بود نه شما این اشتباه از منه که نفر چک نمیکنم ما گپ امیر باور کردم دختر خمستون به بلای ندم بابا اول دیومی سیومی کمی عباس زن ما چکار هنوزه دهن از خودی کله گندی از بوی شیر میده این برفتن زن دادم با حال تارتوک پشیمون شده که می دختره نمایو این سیاهیه بابا سیاه هم خدا پیدا کرده سفید هم خدا پیدا کرده گنده هم خدا پیدا کرده مقبول هم خدا پیدا کرده اول ما چکار کنیم هنال مجلس هم خورد بابا ما مردم خبر کردیم که بیاییم به مجلس بیایی الان تو برو دروغ بگو با ما جنازه برخورده به مجلس نه خب من الان بگیرم از اون چی بگو تو سیک اومد به بلا این نقطه مردی بگفتم تو برو برو رمضان بگو رمضان بیام سلام علیکم ناره رمضان اشتونی جان جور خیریاتی شکر چی گپایه سلام قراری تیار هستی شکر خود ایستاده همین تماشون بیام به پیش شما تیار تو چی گپایه سلام قراری سلامت خوبه زنده باشین سلامت باشین خیریت بود با این خیریت بود براتون درس رو شما گفتم به باغچه برو دم باغچه رمضان به باغچه برو چکو همین جوگا از صبح برست کار داشتی؟ لا رمضان نمی پیار اینا که شما رو به می مجلس بچه همه خبر کرده بیدم به می فاتح دست شما خبر کرده بیدم به می مجلس گفتم بیا دیشب زنگ زده که صبح شد گفتن بیاین که برن خود شما به خورزاده عباس رو نامزاد دار میکنه ای بابا مجلس ما به خنده‌چوری تبدیل شد چرا خدا نکنه ای بابا با ما جنازه برخورد اگر دهنم برماشه کی بوده جوون جاهل جرمک شد خدا بیامرزه کی بوده نه پوشین جیگر ما خونه همیت یک کلوه شده مجلس همین چی شد به برک کار خدا من بیامرز اشته بوده زنده باشی مردای شما و جمیع الاسلام خدا بیامرزه اشته بوده چی گپ بوده به کجا نه پوشین جیگر ما خونه گردانه خیره کسی جان گریه نکو خیره گریه نکو تشویش نکو کی بود جوانی بود پیری بود رد مسلمانی بود خدا بیامرزه کار خدمتی به ما باشه گفتم به مجلس این شد نه ایلال رمضان که اما ما برد جگر پختی خوب برفته خیره باشه گفت نیه کسی جان خداوند بیامرزه کار خدمت اگر دستم هسته زنده باشه زنگ میزنم پیارتو میگم جنازه بکه چی وقت هست سبای کی هست ولی من نفهمیدم نگفتی دوست کاکا مره جوانی بود یا پیری جوانی خداوند بیامرزه با ما به پیارتو زنگ میزنم سلام هم بگو برای اینا من زنگ میزنم با جنازه و فاتح اینا بکه بابا شما زنگ میزنم میگم به کجای خوبه سیه خوبه ما پیار تو زنگ میزنم خوبه خیره باشه گپی نیه نصیب قسمت این بده بیچاره عمر دیگه بیشتر از این به دنیا نداشته عمر شما به خوب بخشید برابر کار خوب برای خداوند بیامرزه خیره باشه ما شما خونه برین زنده باشه سر چاشت میرن به خونه من مونده و باغچه‌مون میرن
پیاله دوغماس پیدا میشه. خیر بینیم من سلامت باشین گفتون سرگردون نشین بابا مجلس بیای مجلس به هم خورده بابا به جنازه و پیاده زن میزن. باش